رفقا سلام، اینجا کیهان مگه، منم حسینم. توی این ویدیو نسبتا کوتاه میخوام درباره شماره تماس‌های اضطراری و حیاتی صحبت کنم. توی شرایط بحرانی دونستن چند تا شماره تماس ساده میتونه از فاجعه نجاتمون بده. این شماره ها رو یا چاپ کنید یا به کل خانواده مخصوصا بچه‌ها بگید حفظ کنن و اینکه بدونید توی هر شرایط خاص با کدوم شماره باید تماس بگیرید. این ویدیو رو هم حتما واسه کسایی که واسط عزیزن بفرست، چون ممکنه با همین کار جونشون نجات بدی. شماره هایی که توی ادامه ویدیو میگم به ترتیب اولویت و به 3 گروه دسته‌بندی شده: حیاتی، مهم و کاربردی، اطلاعاتی و کمکی. گروه اول شماره های اضطراری با اولویت بالا و حیاتیه. این شماره ها توی موقعیت های فوری و بحرانی استفاده میشه، یعنی دقیقاً موقعی که جونتون در خطره. اورژانس پزشکی با شماره 115 که واسه درمان سریع، حوادث یا جراحات جدی، تصادف، مسمومیت، بیهوشی، سکته و کلا در هر مورد اورژانسی استفاده میشه. آتش نشانی با شماره 125 واسه مواقع آتش سوزی، انفجار، ریزش ساختمون یا نجات جون کسایی که زیر آوار گرفتار شدن استفاده میشه. هلال احمر با شماره 112 واسه کمک موقع بحرانهای طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان و در کل اینجور حوادث گسترده استفاده میشه. امداد و نجات جاده‌ای با شماره 141 که واسه حوادث جاده‌ای مثل تصادف و این چیزا استفاده میشه. گروه دوم شماره های اضطراری مهم و کاربردیه که اولویت متوسط دارن. این شماره ها هم توی مواقع مهم و حادثه ساز استفاده میشه ولی فوریت حیاتی ندارن. اورژانس اجتماعی با شماره 123 واسه گزارش کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و بحرانهای خانوادگی و اجتماعی استفاده میشه. امداد گاز با شماره 194 واسه موقعی که گاز نشت میکنه یا بوی گاز حس میکنید، واسه ترکیدگی لوله های گاز و در کل مشکلات شبکه گازرسانی استفاده میشه. امداد برق با شماره 121 واسه اعلام قطعی برق، نوسانات شدید، اتصالات خطرناک یا آتش سوزی ناشی از برق استفاده میشه. امداد آب و فاضلاب با شماره 122 واسه ترکیدگی لوله آب، نشت شدید، آلودگی آب یا قطع آب شهری استفاده میشه. گروه سوم شماره های اضطراری با اولویت پشتیبانیه. شماره های اطلاعاتی و کمکی هن. این شماره ها واسه دسترسی به اطلاعات یا پشتیبانی توی شرایط خاص استفاده میشن. پلیس راه با شماره 120 واسه اطلاع از وضعیت جاده ها، تصادف، بسته بودن راه ها یا شرایط بد جوی استفاده میشه. پلیس فتا با شماره 096 380 واسه گزارش جرایم اینترنتی، کلاهبرداری دیجیتال، هک، تهدید آنلاین یا فیشینگ استفاده میشه. داروخونه‌های شبانه روزی با شماره 191 واسه گرفتن آدرس و شماره تماس نزدیکترین داروخونه فعال توی ساعت غیر اداری استفاده میشه. هواشناسی با شماره 134 واسه دونستن وضعیت آب و هوا، هشدار طوفان، یخبندون یا بارش شدید استفاده میشه. اطلاعات پرواز با شماره 199 که اگه نیاز به پیگیری تأخیر یا لغو پرواز اون وقتایی که شرایط بحرانیه استفاده میشه. اطلاعات تلفن ثابت با شماره 118 واسه گرفتن، اینو که دیگه همه میدونید دیگه، واسه گرفتن شماره تماس مراکز درمانی، خدماتی یا امدادی خاص استفاده میشه. این نکته مهمم بگم، قبل از اینکه با این شماره ها میخواید تماس بگیرید حتما لوکیشن گوشیتون رو روشن کنید که به صورت خودکار به نزدیکترین مرکزی که باهاش تماس میگیرید وصل شید. مثلا اگه آمبولانس یا آتش نشان نیاز دارید، لوکیشن گوشیتون که روشن باشه به صورت خودکار به نزدیکترین مرکز وصل میشید. اولویت این شماره هایی هم که گفتم به ترتیب بر اساس میزان تاثیرگذاریشون توی نجات جون، کنترل بحران و حفظ امنیت عمومی توی مواقع اضطراری در نظر گرفته شده. پس توصیه میکنم حتما این شماره ها رو چاپ کنید و یه جایی که همه خانواده بتونن ببینن نصب کنید یا از صفحه همین الان اسکرین شات بگیرید و واسه اعضای خانواده بفرستید. با هر روشی هم که بلدید واسه دوستاتون این ویدیو رو بفرستید، چون ممکنه با این کارتون جونشون رو نجات بدید. دونستن این که توی شرایط بحرانی باید چه
با چه نهادی تماس بگیریم عامل تعیین کننده توی کاهش تلفاته و باعث میشه امداد رسانی خیلی سریعتر انجام بشه و بتونید موقعیت اضطراری پیش اومده رو مدیریت کنید. توی شرایط بحرانی هر ثانیه ارزشمنده و آگاهی داشتن شما و اینکه حتی یه ثانیه زودتر اقدام کنید میتونه جون یه انسان رو نجات بده. ویدیو بعدی هم درباره اینه که قبل از حمله هوایی، موقع حمله هوایی و بعد از حمله هوایی باید چیکار کنیم تا جونمون در خطر نیفته. حتما اون ویدیو رو هم نگاه کن. کیهان مگم به عزیزات معرفی کن. خداحافظ تا ویدیو بعدی.